سلام، چطورین؟ امروز میخوام درباره سال نو میلادی و بابا نوئل براتون بگم. سال نو میلادی اونطوری که ما فکر میکنیم به خاطر یک اتفاق طبیعی نیست، نه به خاطر حرکت زمینه، نه به خاطر خورشید و نه حتی به خاطر تغییر فصل هاست. در اصل سال نو میلادی یک تصمیم انسانی بوده. تو روم باستان سال از بهار شروع میشد، زمانی که طبیعت دوباره زنده میشد و زندگی تازه آغاز میشد. ولی یک امپراتور به اسم جولیوس سزار تصمیم میگیره سال رو از ژانویه شروع کنه. ژانویه اسمش از یانوس گرفته شده، خدای دروازه ها، گذرگاه ها و شروع ها. یانوس یک ویژگی خاص داشت، 2 چهره داشت، یک نگاهش رو به گذشته بود و یک نگاهش رو به آینده. این نماد این بود که توی هر شروعی هم باید به اون چه که پشت سر گذاشتیم نگاه کنیم و هم برای چیزی که قراره شروع بشه آماده باشیم. به خاطر همین سزار تصمیم میگیره سال رو از ژانویه شروع کنه، ماه شروع و نگاه دوباره. جالبیش اینجاست که اول ژانویه هیچ اتفاق نجومی خاصی رخ نداده، نه زمین وارد مدار تازه‌ای شده، نه خورشید کار خاصی انجام داده. یعنی هر سال نو میلادی به خاطر تصمیم یک آدم توی 2000 سال پیش اتفاق میفته و زندگی ها رو ریست و جدید میکنه. مغز انسان عاشق خط شروعه، به یک نقطه احتیاج داره که بگه از اینجا به بعد همه چی تغییر میکنه و درست همونجا وسط این سنت شروع دوباره یه چیزی ذهن آدما رو پر میکنه. تصور یه هدیه، یه شانس، یه چیز کوچیک که میتونه زندگی رو بهتر کنه و اینجاست که بابا نوئل وارد داستان میشه. بابا نوئل قبل اینکه پیرمرد خندون با لباسای قرمز باشه یه آدم واقعی بود. حدود 1600 سال پیش مردی به اسم نیکولاس زندگی میکرد، یه آدم مهربون توی منطقه‌ای که الان بخشی از ترکیه. نیکولاس عاشق کمک کردن بود، اما روشش عجیب بود. شبا یواشکی هدیه می‌برد و به فقرا و کودکان و نیازمندان میداد بدون اینکه کسی متوجه بشه. مثلا گفته شده یک مرد فقیر 3 دختر داشت و نمیتونست پول جهازشون رو فراهم کنه. نیکولاس شبانه از پنجره خونه‌شون براشون طلا میندازه تا دختراش بتونن خیلی راحت ازدواج کنن. هیچ تشکری، هیچ صدایی، هیچ اسمی، فقط کمک میکرد. این کارا کم کم از نیکولاس یک افسانه واقعی میسازه. این قصه سفر میکنه از شهری به شهر دیگه، از قرنی به قرن دیگه. تو اروپا هر جا یه شکل میگیره. یه جا یه پیرمرد مذهبی، یه جا قصه ترسناک برای بچه ها و یه جا فقط یک افسانه محلی که مردم بهش امید داشتن. هیچ وقت یه چهره ثابت نداشت تا میرسیم به قرن 20، جایی که یه اتفاق عجیب اقتصادی هم وارد ماجرا میشه. یه شرکت بزرگ نوشابه سازی متوجه میشه زمستون فروشش کمه، هوا سرده و مردم کمتر نوشابه مصرف دارن. پس به جای تغییر محصولش تصمیم میگیره حس زمستون رو تغییر بده. کوکاکولا که میخواد زمستون رو گرم نشون بده، از بابا نوئل یه شخصیت ملموس و دوست داشتنی میسازه. چاق، خندون، صمیمی، با لباس قرمز و لبخند همیشگی. این تصویر اونقدر تکرار میشه که دنیا میپذیره بابا نوئل واقعی دقیقاً همینه. اما در اصل بابا نوئل از مهربونی نیکولاس شروع شده و شکل امروزیش محصول تبلیغ و زمونه است. جادو، سورتمه، گوزن‌های پرنده همه بعدم اضافه شدن. و نکته جالب اینجاست که رنگ قرمز لباس بابا نوئل دقیقاً همرنگ برند کوکاکولاست.
وقتی ما شب سال نو به تقویم نگاه میکنیم و یک شروع تازه میخوایم، میدونیم که یک شروع تازه میتونه با امید و شادی و هدیه های کوچیک همراه باشه. سال نو به ما یک تاریخ میده که جرأت شروع دوباره پیدا کنیم و بابا نوئل هم با اون چهرش این شروع رو گرمتر و ملموستر میکنه. خب دوستان، امیدوارم داستان سال نو میلادی و بابا نوئل براتون جالب بوده باشه. مرسی که با من همراه بودید و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.